بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران الاسلام. انا امروز الحمدلله کار ادامه دارد. آماده شدن را فراموش نکنید. امروز انشاءالله خدا خواهد بسیار زمین، یعنی کافتن آب و یعنی 45 متر خدا خواهد انشاءالله رسوندن. برادران شب شب ندارن، روز گرفته. الحمدلله به عدد شکر. در حیرت است، در غیرت هستن انشاءالله، یعنی در کار هستن. البته امید میکنیم الله سبحانه و تعالی خدا خواهد روزای نزدیکترین، روزای خوبترین انشاءالله، یعنی این کار با خوبی انجام می‌یابد. دیگه خدا خواهد انشاءالله، یعنی حرکت ها دارن، غیرت ها دارن انشاءالله. الله سبحانه و تعالی اگر مدد کند خدا خواهد انشاءالله این چیز به آخر میرسد. شما عزیزان دل، برادران مسافر، برادران اهل اسلام، دائم در دعا، دائم انشاءالله باشین، چونکه دعای مسافران همیشه اجابت است. الله سبحانه و تعالی شاید روحای ما را سود بگرداند و زودتر خدا خواهد یعنی با آب تامین شدنی انشاءالله خدا دیاری می‌شود. الله خدا خواهد شرف بگرداند. همیشه انشاءالله از الله دعا کرده میگیم که خداوند خودت از خودت میپرسیم که خودت مدد دار باش. خودت انشاءالله خدا خواهد ما محتاجی انشاءالله یک کف آب هستیم. الله سبحانه و تعالی ما با این آب و این چیز تامین شدن. الله سبحانه و تعالی مناسب بیند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.